السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، اپو، هر نفری که هم بچه مرا تماشا کرده، اسماعیل جان نامش بچه من 11 ماه کسل شدینه دختر معاین کردم، پرالیزی سر شده، گفت هیچ وقت رگشته و شیشته نمیتونه. گفتن بالای اوش گفتن قند داره، کسل قند شده، گفتن چشمای را اساس برای اپیراتسکری برای چشماش آورده بودم. نه که فهمیدم که بچه من خیلی کسل بوده. بعد مسکو دا برین دا گلازنو چشماش اپیراتسکریم چشماش رو نمیبینه، اما قشیده محکمه چشماش نمیبینه هیچ جوره. من خداوند خواسته بودم که مرا صاحبی فرزند کنم و حضرت اسماعیل بدلی و بیارم گفته بودم اگر امیره شفا بده خدای تعالی در نام خدا برم در راه اسلام میبخشمش، چشماش بینا شوه، قرآن خوانش میکنم، قاری قرآنش میکنم. انشالله خدا خواهد یاردم کنید برادرها. مثال هر کسی که فرزند داره دردی مرا میفهمه. من میدونم همه شفا دهنده خدای تعالی اینه که من یک مادرم شیشته نگاه کرده نمیتونمش هم خیلی حالي إلهي يا متجلي